هیچ میدونستی قدرت دید کوسه ها تو آب بیشتر از 10 برابر دید انسان هاست؟ هیچ میدونستی اگه یه قاشق داغ روی نیش پشه بذاری، حرارت پروتئینی که باعث واکنش شده رو از بین میبره و خارش ناشی از نیش برطرف میشه؟ هیچ میدونستی از 100% گونه‌ای که تا حالا رو کره زمین زندگی میکردن 99% اونا منقرض شدن؟ هیچ میدونستی خرگوش و طوطی تنها حیوانایی هستن که بدون چرخش سرشون میتونن پشت سرشون رو ببینن؟ در واقع این حیوانای بامزه با چرخش 360 درجه چشماشون میتونن محدوده دیدشون رو تغییر بدن. البته اسب‌ها هم وسعت دیدشون تقریبا 360 درجه است و تسلط خوبی روی اطراف خودشون دارن. با این حال اسب توانایی دیدن حد فاصله بین چشمای خودش رو نداره. هیچ میدونستی اگه در یک سال هیچ یک از نسل‌های یک جفت مگس نر و ماده از بین نرن، حجم مگس‌های متولد شده با حجم کره زمین برابر میشه؟ هیچ میدونستی شکلات روی سیستم عصبی سگ تاثیر مخربی میذاره و چند گرم شکلات به راحتی میتونه یک سگ متوسط رو از پا در بیاره؟ محتویات شکلات، شکر، چربی و کافئینه که همه اونا برای سگ ضرر داره. اما بزرگترین ماده تشکیل دهنده شکلات تئوبرومینه. تئوبرومین یک آلکالوئید تلخه که از میوه کاکائو گرفته میشه. باید بدونید بدن سگ‌ها نمیتونه مثل بدن انسان تئوبرومین رو متابولیزه و تجزیه کنه. به همین دلیل دل و روده، قلب، کلیه و سیستم عصبیشون دچار اختلالات شدید میشه. هیچ میدونستی وزن همه مورچه‌های موجود در کره زمین بیشتر از وزن همه انسان‌های ساکن در اونه؟ بررسی‌های دقیق زیست شناسان نشون داده در مجموع 10,000 تریلیون مورچه روی کره زمین زندگی میکنن. میانگین وزن یک مورچه کارگر بین 1 تا 5 گرم محاسبه میشه که این رقم بر اساس گونه‌های مختلف مورچه‌ها تغییر میکنه. با این توضیح اگه وزن همه مورچه‌های روی زمین رو با هم محاسبه کنیم از وزن همه انسان‌های ساکن کره خاکی بیشتر میشه. هیچ میدونستی چیتا سریع‌ترین جانور روی زمینه و میتونه در عرض 3 ثانیه سرعتش رو به 120 کیلومتر در ساعت برسونه. رکوردی که حتی سریع‌ترین خودروهای فراری هم نتونستن بشکنن. چیتا گام‌های بلند و بدنی کشیده و انعطاف پذیر داره که هر دو برای دویدن با نهایت سرعت مفید هستن. اما دویدن با چنین سرعت سرسام‌آوری خیلی خسته کننده و البته خطرناکه. به همین دلیل چیتاها تنها تا لحظاتی میتونن سرعت باور نکردنیشون رو حفظ کنن، چون دمای بدنشون اونقدر بالا میره که ممکنه به مرگ منتهی بشه. هیچ میدونستی خفاش خوکبینی کیتی کوچکترین پستاندار جهانه که تقریبا اندازه یه سکه آمریکاییه. این خفاش از خانواده کرازونیکتریسه و در معرض خطر انقراضه. هیچ میدونستی کلمه دار به معنی درخته و در واقع دار زدن هم در ابتدا با استفاده از درخت انجام می شده. این کلمه هنوز هم در کنار کلمات دیگه استفاده میشه، مثل دار و درخت یا دارکوب. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا بتونیم از این دست ویدیوها بیشتر براتون تهیه کنیم. هیچ میدونستی مرجع افسانه پری دریایی شباهت این موجود خیالی به نهنگ‌های بلاگا هست؟ این آبزیان بسیار زیبا بسیار باهوش و اجتماعی هستند و گاهی خودشون رو به جلبک‌های دریایی آراسته میکنن. نهنگ‌های بلاگا حتی میتونن گفتار انسان رو هم تقلید کنن. احتمالاً این تصور در زمانهای قدیم و زمان مواجهه دریانوردان با نهنگ‌های بلوگا و جلبک‌های دریایی چسبیده به بدنشون به وجود اومده باشه.
هیچ میدونستی در جنگل‌های آمازون موجود خطرناکی به اسم ماهی الکتریکی زندگی میکنه که طولی حدود 2 متر داره و بدنش شوک الکتریکی کشنده‌ای تولید میکنه؟ این ماهی برای شناسایی غذای خودش که ماهی‌های کوچکتر موجود در آب هست، مقداری کمی الکتریسیته تولید میکنه. ماهی‌های دیگه هیچ وقت تصورشو نمی‌کنن که حرکات عضلاتشون میتونه سبب شناساییشون توسط این موجود خطرناک و شکار ماهی با شوک الکتریکی بشه. هیچ میدونستی چشم سگ‌ها مجهز به 2 نوع سلول تشخیص رنگ بوده و فقط رنگ‌های قهوه‌ای، زرد و آبی رو میبینن؟ هیچ میدونستی خرسای قطبی رو نمیتونیم با دوربین‌های مادون قرمز شناسایی کنیم؟ این حیوانات به دلیل لایه ضخیم چربی زیر پوستشون و موهای فراوانی که بدنشون رو پوشونده، بدن کاملا گرمی دارن. اما لایه بیرونی بدن اونها مثل دمای برف‌های محیط اطرافشونه. بنابراین با دوربین‌های مادون قرمز قابل تشخیص نیستن، چون این دوربین‌ها به وسیله تشخیص گرمای آزاد شده از بدن موجودات زنده به کار میرن. هیچ میدونستی در سال 2009 شخصی با نام رونالد بال ادعا کرد بعد از نوشیدن یک قوطی پپسی ماونتن دو دچار حالت تهوع شده و بعد از چک کردن قوطی یک بچه موش مرده در اون پیدا کرده؟ اون به دادگاه شکایت کرد و خواستار غرامت $50,000 از شرکت پپسی بابت وجود موش در نوشابه پپسی که نوشیده شد. اما مالک شرکت ماونتن دو کمپانی پپسی معتقده که امکان نداره در قوطی نوشابه های پپسی موش پیدا بشه. اون گفت این که در قوطی نوشابه های پپسی و یا هر کمپانی دیگه‌ای امکان پیدا شدن موش نیست، لزوماً به دلیل وجود قوانین سختگیرانه و بهداشتی تمام عیار نیست، بلکه از نظر اون جسد یک موش در قوطی پپسی بعد از 30 روز کاملاً حل میشه. در نتیجه اگر موشی هم درون قوطی بوده باشه، بعد از گذشت 15 ماه از بسته‌بندی و عرضه با توجه به تاریخ روی قوطی، تنها یک توده ژله‌ای غیر قابل تشخیصه. این آزمایش توسط افراد زیادی انجام شد و با کمال تعجب بعد از گذشت 30 تا 45 روز موش کاملا در پپسی حل شده بود. هیچ میدونستی سرعت شتاب یک کک بیشتر از شاتل فضاییه؟ یک کک در زمان پرش ظرف 1 میلی ثانیه به ارتفاع 8 سانتی متر میرسه که این میزان 50 برابر سریعتر از شتاب یک سفینه فضاییه. هیچ میدونستی محققان تونستن به تعدادی از دلفین ها زبان انگلیسی رو یاد بدن، به این شکل که تا بیش از 50 کلمه رو به درستی تشخیص و نسبت به اون واکنش نشون میدن؟ اما هنوز هیچ انسانی تا کنون نتونسته زبان دلفین ها رو یاد بگیره. البته یک تیم تحقیقاتی بر روی این موضوع در حال کار هستن و اگر همه چیز مطابق برنامه پیش بره، یک دیکشنری از زبان دلفینی گردآوری خواهد شد. جسی کارلگرن، یکی از پروفسورهای مؤسسه KTH که بر روی این پروژه کار میکنه، میگه ما امیدوار هستیم که بتونیم زبان دلفین ها رو با کمک تکنولوژی هوش مصنوعی درک کنیم. ما میدونیم که دلفین ها سیستم ارتباطی پیچیده‌ای دارن، اما هنوز نمیدونیم در مورد چه چیزهایی صحبت میکنن. هیچ میدونستی کروکودیل ها مثل انسان ها از اکسیژن هوا تنفس میکنن و تا سقف 2 ساعت میتونن نفسشون رو حبس کنن؟ هیچ میدونستی هیچ پنگوئنی در قطب شمال و هیچ خرسی در قطب جنوب وجود نداره؟ بیشتر مردم فکر میکنن که خرس‌های قطبی و پنگوئن‌ها در یک جا زندگی میکنن. اما اگر این دو حیوان کنار هم زندگی میکردن، پنگوئن‌ها به راحتی شکاری بودن برای خرس‌های قطبی و چیزی از اونا باقی نمیموند. البته ممکنه در گذشته اینطور بوده باشه، اما با همین منطق اثری از اونا باقی نمونده. هیچ میدونستی دیو توی کارتون دیو و دلبر از کله و ریش بوفالو، چشمای انسان، بدن خرس، یال شیر، عاج گراز و پاهای یک گرگ به وجود اومده؟